سلام و عرض ادب و احترام. دولبه قیچی اقتصاد ایران رو در برزخ گیر انداخته. دولبه قیچی شگفت انگیز که اصلا دیدنی هن. واقعا دیدنیه. هر دو سمتش دیدنی. دو تا ویترین متفاوت از پشت صحنه واحد داره که یک نمایش قشنگ رو دارن اجرا میکنن. این برنامه بیش از هر چیزی خطاب طیف فعال سیاسی طرفدار انقلاب. کلا توی عرایزم در حد بضاعت ناچیزی که داریم آدم تمام مردمن. در یه آدم اندازی کل بشریت ارزش داره و روشن. اینجا چون بحث کنشگری سیاسیه این عرضو داشتم که اونا بیشتر مخاطب. این دولبه قیچی در اقتصاد یک چیز رو مدیریت کرده که ما از برزخ بیرون نیاییم تا جریان جنایتکار امپریالیستی بتونه که خدمت ما برسه آخرش. یه طبقه در ایران، طبقه سیاسی پیداشون شده از سال 1400 به اسم دلارزودا. چرا 1400 متولد شدن؟ با اون فسادهای سودهای سپرده بالا، رانت انرژی، ارز ترجیحی، هر فسادی که بگی واقعا دیگه تو اون دولت عجیب و غریب بود. دستاوردهای دولت قبلیش از بین برد. دولت 11 و 12 دستاوردهای دولت 9 از بین برد و دولت 13 که اومد امید بود که بیاد اصلاحاتی انجام بده. سر و کله اینا پیدا شد. یه دفعه آب رو چنان گلالود کردن و فضا رو عجیب و غریب کردن که متاسفانه تعادل روانی شهید رئیسی رو به هم زدن و نفهمید باید چیکار بکنه. یه آدم بی‌لیاقت رو گذاشت فرمانده اقتصادیش که اصلا نمیدونه اقتصاد چیه، مدیریت چیه. مدیریت یعنی کلان منظورم، نه مدیریت بنگاهی نمیدونم، شاید خوب بوده شاید نبود. مدیریت کلان هیچ ایده خاصی نداشت، دور و برش هم آدمای جالبی نبودن که بهش ایده بدن و حتی یه چهره‌ای که ایده کلان واقعا داشت به اسم محسن رضایی رو هم گذاشتن کنار و دولت اون چیزی سرش اومد که دیدی. هر وقت میخواست به سمت اصلاح بره این لبه قیچی نزدیک به تفکر سیاسی دولت وارد میشد و فضا رو خراب میکرد. خب لبه قیچی رو با این مقدمه معرفی کنیم که هست. دلارزوده‌های مثلا که نشده واقعا انقلابی باشه، انقلابی طرفدار نظام با ظاهر اصولگرا و کلیت طیفی که به نظام منتسبه. در مقابلش چیه؟ یک لیبرالیسم دانشگاهی نزدیک به مکتب اتریش که تخیلی در ساختار نظری منسجمه، در دنیای عمل غیر قابل اجراست. چون دولت ملت ها هستن و یک دولت بازی رو نقض بکنه عملا بازی تمام میشه و در 200 دولت قطعا یک دولت بازی رو نقض خواهد. طیف لیبرال پرچمش دست آقای دکتر غنی نژاده، استاد محترم، مترجم پرکاری هم هست و در بیان صحبتاش خب یک نظمی ما میبینیم. متاسفانه آغشته به سیاسی کاری هم میشن ایشون که احتمالاً مهندسی مدیریت میشن دیگه، شاید خودش نخواد واقعا. مثل این تأکیدش روی FATF تو این چند ساله که اصلا تعجب میکردم ایشون چرا از FATF حرف میزنن. مثلا میرفتن در مورد ساختار بازار حرف میزنن، میگفتش که وقتی FATF نباشه کاری نمیشه کرد. اون این حرفو بهش گفتن بگو یا نمیدونم چرا اینو میگه، اصلا در شأن استاد نیست اینجوری صحبت کنه. در اصل تو رو کلیش آدم نظری آکادمیکه و ندیدم کار اجرایی داشته باشه. دیدگاه اتریشی دیدگاه به شدت افراطی و دست راستیه که دولت رو شر میدونه که هر چی کمتر بهتر و هر چیزی خصوصیش و بازاریش بهتر، حتی پول. و میخواد طرفدار رمز ارزها هم هستن، پول خصوصی رو پشتیبانی میکنن، معتقدن که هیچ نوع دیوان سالاری و بوروکراتی توانایی نداره که بدون توجه به منافع شخصیش بیاد تخصیص منابع بده، در سیاستات دخالت بکنه و بازار باید بتونه این کارها رو انجام بده و هر چقدر به اون نزدیکتر باشیم بهترین طبیعتا. خب فون میزس و هایک، فردریش فون میزس و هایک این رو نمایندگی میکنن که هایک نوبل هم گرفت و ازش تقدیر و تشکر میشد به خاطر اون موج خصوصی سازی که آتلانتیسیستا در دو سوی آتلانتیک
انگلیس و آمریکا می‌خواستن انجام بدن، براش تئوری سازی رو انجام میدادن، یا بهتره بگیم از اون تئوریا برمیچیدن و تشویق میکردن، برجسته سازی میکردن. روش مرسومیه. بعد فریدمن رو برکشیدن که اون سمت رو تقویت کرده باشن. حالا فریدمن بحثای پولیش به شدت مفیده، بحثای دیگه‌ش هم باید سنجید دیگه. خاکستریه، سایه روشن داره، تاریک داره، روشن هم داره. این در ایران هست. دیدگاهی رو میگه که قابل اجرا نیست. طیف اصلاحات حامی ایشونه، یعنی میاد از آقای دکتر علی نژاد دفاع میکنه و میگه آقا این استاد ما ایشون است. در عمل کیان این طیف اصلاحات؟ طرفدار اقتصاد رانتی ان، اصلا اون کارا رو نمیکنن. اگه میخواستن خب کرده بودن. دولت موسوی، هاشمی، خاتمی، روحانی، پزشکان اینا خب انجام بدید. شما که خودتون دیگه به کی داری میگی یقه ما رو میگیری میگی اقتصاد آزاد کنه؟ خب بکن. ما که طرفدار اقتصاد آزادی. خب انجام بده. نمانی اتریشی شما مرزمون رو روشن میکنه. ما سازوکار قیمت‌های نسبی رو به طور مطلق معتقدیم که به سمتش رفت. دولت قدرتمند رو برخلاف اونا ما اعتقاد داریم و پول رو کالای عمومی میدونیم. دیدگاه خودمونه داریم. اگرچه معتقدیم همین بازار پول متعارف دنیا از این لحاظ افتضاح ما وضعش بهتر، یعنی دوستان طرفدار بانکداری متعارف رنجیده نشه. اما طیف مقابلش کیا هستن؟ اینا یک لایه پنهان دارن، یک ویترینی دارن. لایه پنهانشون آقای دکتر ایروانیه. این اسما رو میگیدن با کسی دشمنی داریم، برامون دشمن میشن قطعاً، در این شک ندارم. فدای سر ملت عزیز ایران، فدای سر هر آدم آزادی که دنبال حقیقته. ما دشمن شخصی با کسی نداریم. خیلی از اینا آدمای اخلاقی هست. آقای دکتر علی نژاد آدم اخلاق، آقای ایروانی آدم اخلاق. وزیر اقتصاد در دولت میرحسین موسوی بوده و در دفتر رهبر معظم انقلاب جایگاه زیادی دارن. در بحث اقتصادی به شدت دیدگاهشون نافذه در اونجا و به ایشون استناد میشه. مرحوم دکتر داوودی تو همین طیف هستن، دکتر سمسامی الان نماینده محترم مردم تهران هم هستن، تو همین طیف هستن و اینا دقیقاً این دیدگاه که عرض میکنم رو نمایندگی میکنن. اینا چی هن؟ نقطه مقابل اون تفکر دکتر غنی نژاد هستن در نظر. اینا چی میگن این دوستان؟ کلا دیدگاهشون رو بخواید بنویسی واقعا آدم سر در نمیاره چی میگن. یه بار دوستمون آقای صادق الحسینی گفت اگر فهمیدید چی میگید ما بگید. ما نمیفهم دقیقاً چی میگن واقعیتش. یعنی شما از توش یک بسته نمیتونی در بیاری. بیشتر نفی دیگران است و حرفای شاذ غیر قابل اجرا. در بحث دلار زدایی و غیره خب اینا داغ شدن. یه عده‌ای هم بهشون اضافه شدن. دکتر یزدی زاده در بعضی حوزه‌ها بهشون نزدیک شده، همدل باشون. آقای قلی زاده بهشون نزدیک شده. بحث نمیدونم سال 86 و دلاری شدن منابع اینا رو ایشون راه انداخته. آقای جبرائیلی هم که از منظر سیاسی بین افزوده شده به این گفتمان رو دست گرفته و چون بلد خوب جریان را بندازه حزب ایران انداختن و اینا که هیچ ایرادی هم نداره. با کسی که به اینا میتازن من درک نمی‌کنم. قانون اساسی تحزب رو آزاد کرده کسی بتونه حزب بزنه. چی فقط یه عده باید حزب بزنن؟ که نمیشه که یا که روزنامه میزنه میریزن سرش. خب چرا نمیتونه روزنامه بزنه؟ شما برید روزنامه بزنید. شما که 1000 تا روزنامه دارید. خب اینا یه روزنامه زده دیگه چه جنجالیه. تو گفتمان شرکت. اینا کیان در واقع طیف دلار زدایان فعلی؟ اینا همون کسایی هستند که در سیاست هاشون این نعل به نعل سیاست میرحسین موسوی در دهه 60 که آدمای بی اطلاع ازش یک اسطوره ساختن و خودشون هم تعظیم میکنن و تقدیسش میکنن. عجب دورانی. دوران فاجعه بار اقتصادی ایران در دهه 60 رو اینا به حساب کرامات میرحسین موسوی و نخست وزیر امام و این افسانه ها آمدن برای مردم فاکتور. ما در اقتصاد مفهومی داریم که این مفهوم خیلی تعیین کننده است و اون مفهوم بیماری هلندیه که ناظر به ارزش گذاری پولهای ملی است. از این کانال متاسفانه اقتصاد ملی رو تخریب کرد. دولت میرحسین موسوی، دولت هاشمی، 5 سال از دولت خاتمی، 3-4 سال آخر دولت حسن روحانی، 3 سال دولت شهید رئیسی و 1 سال این دولت محترم فعلی
دولت میرحسین موسوی چیکار کرد که جام زهر رو تو گلوی امام ریختن و بهترین فرزندان این ملت رو که روی مین میرفتن و شهید میشدن و به هیچ چشم داشتی بدون هیچ حقوقی اصلا نگاه نمی‌کردن که چه خبر هست، از پشت خنجر زدن متاسفانه و باعث شدن که با نفت به قیمت جاری $79 در دهه 60 با جمعیت 40 میلیونی، جمعیت اندک، ما رو به جایی برسوندن که از نظر اقتصادی کم بیاریم. چون گفتن آقا پول نداریم دیگه. گزارشی که دکتر نیلی نوشته بود به نخست وزیر و ایشون خدمت امام میده و ارجاع میدن به درخواست آقای محسن رضایی فرمانده سپاه، گفتن پول نداریم. محسن رضایی ظاهرا در جریان نبود اینا چیکار دارن میکنن. گفتن آقا برای که پیروز بشیم چی میخواید؟ میگه خب آقا من فرماندهان اعتبارا جمع کردن و گزارشی خواسته، مثلا 3000 تا تانک باشه، 2050 تا توپ باشه، فلان باشه فلان باشه، مثلا میتونیم کارایی بکنیم. گفتن خب این ماشین حساب انقدر پول، اینم که خزانه ما پول نداریم. هر کسی رو قانع میکنه دیگه این 2 تا 4 تا. چطوریه که شما کشور 40 میلیونه خدمات مردم نمیدی، مردم فقیرن، روح فداکاری عالی، انرژی جوانی عالی، روحیه انقلابی عالی، مدیریت کاریزماتیک امام، فداکاری رزمنده ها که پول میخواستن اصلا. شما چجوری پول نداریم؟ 70-80% جمعیت ایران تو اون دهه روستاییه. روستا از نظر غذا خودکفاست، الانش هم خودکفاست. یک سر و کله چیزا پیدا شده، سوپرمارکت هایی که ماست هم حتی ممکنه بفروشن، ولی اینا هنوزم تعادل به هم نزدن. اون موقع که اصلا نبودن که به هم بزنن. روستایی تمام غذاش خودکفاست، گندمش، جو، نخود، مرغ، ترخینه، گوشت، نمیدونم دوشاب، چی بگم، هر چیزی که فکرشو بکنید خودش درست میکنه. لبنیات هم که دیگه روشن، حتی تشک و نمیدونم لحافش هم خودش درست میکنه. میرفتن از دانمارک پنیر میآورد. پنیر چجوریه که برای روستایی ما پنیر میارید؟ از کجا آوردید؟ ارز ترجیحی میگرفته. دولت موسوی 20 تا نرخ ارز گذاشت برای کالاهای اساسی، برای همین بهانه مهمل فعلی. هرچی ارز چون میخوان دیگه، همشون هم بازاری بودن و یقه‌های اینجوری بسته و تسبیح و یه کلاه پشمی این خفنا. حاج آقا ما برای خدمت به نظام این کالای اساسی بیاریم، جونمون رو میبریم تجارت، کالای اساسی رو میاریم. تو این فیلم آژانس شیشه یکی از این کاراکترها بود. نوربخش توی کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران میگه اینا بیشه انتفاع از این رانتا بردن، یه قرعه میزدن اقتصاد نمیدونم رانتیه، اینا خب نخورید، خب اگه بده چرا میخورید؟ نوربخش واقعا پاش وایساد و آخرش هم موفق شد. سال 81 ارز رو تک نرخی کنه که درود بر شرف این. پنیر وارد میکردن، لوله وارد میکردن، زنگ در وارد میکردن، کفش وارد هر چی که بگی با ارز ترجیح میآورد. فرغون وارد میکردن. نمیدونم چیکار نمیکردن. ارز از کشور خارج میشد، خروار. دلار اول انقلاب رسما $7 بود، واقعیتا 7 تومن بود، واقعیتا 10 تومن بود. این خب میومد بالا، اینا همجوری 7 تومن و 6 تومن یه نرخ‌های شاخداری گذاشته بودن که باش کار اساسی بیارن. گوشت خارجی می آوردن، مرغ می آوردن، همین کاری که کثافتکاری گلن میشه موقع میکردن دیگه. بعد چون عنوانش قشنگ بود، انقلاب هم تازه اومده بود، درگیری امنیتیش وحشتناک سنگین بود، تو داخل از خیابون بغلی منافقین اسلحه میکشیدن، از بیرون صدام، از اون کودتا، از این آمریکا حمله میکرد، اصلا کسی حواسش نبود که این حرفا یعنی چی. کلا سر خلق الله گذاشتن و سال 67 میگن آقا دیگه پول نداریم دیگه، کو این بکن. خب به ما گفت آقا من جام زهر رو می‌نوشم. این پروژه 8 سال طول کشید، کشور زمین زد. دولت هاشمی همین ادامه داد. یه بار تلاش کردن تک نرخی کنن با روش غلط، متاسفانه رفتن اون نرخ‌های پایین که نمیشه. نفت دیگه میفروخت، هزینه جنگ هم که دیگه هر چه نرغازی که میدادن دیگه نمیدادن، کلی هم استقراض میکردن. تعدیل ساختاری رو هم همینجوری به شکل هپرودی پریدن وسط و ناموفق هم بود دیگه، طبیعتا همه جا ناموفق بود. تعدیل ساختاری جا موفق. یه عده میگن نسخه های بانک جهانی رو میپذیرید. بانک جهانی سال 76
سال 1997 یه گزارش نوشت گفت آقا دولت باید قوی باشه، ما تاکید رو دولت کوچیک داشتیم اشتباه بوده. نظری کارشناسان شب شده پس گرفتن. این هنوز نشیدنی دارن میگن نسخه‌های بانک جهانی فلان. ما بهش عقب افتاده طرفی متاسفانه. دولت نفوذ کرد و شکست شد. این چه خبر بوده در دولت هاشمی؟ نفت به آمریکا میفروخت، آمریکایی‌ها هم تو معادن نفتی ما بودن قبل از تحریم‌های اولیه و وام میگرفت که جمعیت کشور مثلا 55 میلیون بود، ولی اینا ورشکست هم شدن دیگه. واقعا خیلی هنر میخوان. بعد بعضی از کیسه اسطوره میسازن. از اون مدیریت و اقتصادی کاری پوزه دیگه نداره. کابینه دولت موسوی همون کابینه دولت هاشمیه. تو دولت خاتمی هم همین اومدن نشستن. دوباره همون اقتصاد ویران و در به داغون، حقوقای 60-70 دلاری 80 دلاری. سال 81 تکنرخی سازی پیاده شد. نوربخش از سال 78 دلار برد رو 800 تومان، از اینکه 2 سال قبلش 400 تومان اینا بود، برد روی 800 و یه قلقگیری دقیق انجام داد. دید به نرخ تعادلی نزدیکه. اگر این کار روی 1000 تومان میکرد خیلی اثر بهتری داشت، ولی چون از 78 تا 81 خودش 3 سال بود دیگه، 3 سال هم تورم کم نبود، 18-19% در هر صورت 81 تکنرخی کرد و عدد بالا اتفاقی نیفتاد دیگه، شد دیگه. 10 سال ما تثبیت نرخ ارز داشتیم. اینا میگن تورم به خاطر ارز تو دهه 80 از 80 تا 90 دلار 1000 تومان دیگه روند میکنن. از 78 میتونی حتی بگیری. 12 سال شما تثبیت نرخ ارز، تورم هم 10%. اصلا ربطی به هم نداره. میشه تورم پوله. یکی الان ارز بپره بالا تورم نمیشه. خب معلومه کالای وارداتی گرون میشن، تو سبد کالاهایی که بانک مرکزی محاسبه میکنه، مرکز آمار هست، خب تورم میره بالا دیگه. برای تورمی چیه؟ باید تکرار بشه دیگه. یارو 1 سال که تورم نیست، پشت خود افزا در طول زمان میشه تورم. سال بعد تورم تمام میشه، مثل داستان کرونا و جنگ اوکراین. انرژی گرون شد، زنجیره کالاها ریخت هم گرون شد، تورم اتفاق افتاد، شد 9% 10%. سال بعد اومد پایداران زیر 2%. چون که تورم ریشش پوله، بازی پول به هم نخوره تورم متوقف میشه. این اتفاقات افتاد. در دهه 80 باثبات بودیم، غیر از 1 سال چند نرخی سازی اشتباه محض سال 91 دوباره تک نرخی شدیم و 4 سال دوباره تک نرخی بودیم تا پایین 96. از 97 دوباره چند نرخی شد. دولت روحانی این بمب پرت کرد توی اقتصاد ایران. دولت روحانی واقعا میراثیه که میراث شومی بود توی اداره این مملکت. هر بدبختی هست اون دوره برمیگرد. برجام یکیشه. ارزو چند نرخی کرد و دولت روحانی ولکنش نبود. مجلس قبل، مجلس 11 میشه دیگه، رفت و گفت آقا باید تک نرخی بشه از اول 1400، یعنی 4 ماه آخر دولت روحانی. جهانگیری انتحاری وارد شد و گفت نه نمیشه و بعداً بدبخت میشه، ما نمیتونیم، خلاص به پول بدید. نامه نوشت به آقا، حکم حکومتی گرفت و موند. مجوز 8 میلیارد بهش دادن، 4 ماه 9 میلیارد خرج کرد. این آتش رانت کشورها رو اینجوری ویران. شاید رئیسی که اومد اینا ریختن سرش، نذاشتن حذف کنه. باید قانون اجرا میکرد تمام میشد. من خیلی تلاش کردم، به خود رئیس جمهور شهید نامه نوشتم. گفتم آقا این کارو بکنید، قانون دستته دیگه، قانون بودجه است. شما شرعاً فقیهی دیگه، باید این اجرا کنید. دنبال حکومتی هم نباشه، روز کمکی بد نمیکنه. آقا از اول مهر تمام، من تعهدی ندارم. ما اصل دولتون 6 ماهه. در خرج شناور تک نرخی کن، برو سراغ انرژی مثلا بهتره کن. این کارو نکرد. رفت دوباره مجوز گرفت و شد 18 میلیارد دلار تر سال 1400. همینا باعث شد. امثال دکتر سمسامی، سید یاسر جبرائیلی، نمیدونم دکتر داوودی موقع در قید حیات بودن و اینا این کارو متاسفانه کردن. دولت زمین خورد. اینا مدافعان ارز چند نرخی ازش دفاع میکردن، نه اصابت میکنه. که ما نمودار نشون دادیم تو کار قبلی، بشین ببینید. مرغ دقیقاً با قیمت ارز آزاد میره، مثلا کاری به ارز ترجیحی نداره. مرغ چیز خاصی هم نیست. اقتصاد مرغ بنده، ببخشید بهش آب بگیر بره. چه اقتصادیه که به مرغ بنده.
گردش مالی مرغ ما سالی فکر کنم 170,000 میلیارد تومان. اگرم چه عددی باید باشه اشتباه نکنم زیر 200,000 میلیارد تومان یا همچی گردش ترنوور. بعد این اقتصاد با مرغ بنده مثلا ولش کن مرغ آخرش قیمت آزاد داری میدی دیگه، قیمت گوشت هم قیمت آزاد داری میدی دیگه. مرغ تو گوشت تو دنیا تازه دورم گوشت واقعا ارزونه. گوشت توی دنیا به خاطر اون نظر کیفیت ها $10 دیگه، 8 تا $10 میشه 900,000 تومان تا 1,200. حالا هم همین است دیگه تو ایران. ایران چقدر قیمت گوشت؟ منتها گوشت صنعتی گوسفندی ما گوشت طبیعی داریم میخوریم. فرنگ ایران دامداری سبک خوشبختانه روستایی طوره. این خب کیفیت استثنایی به مردم ایران میده. این گوشت رو برید کشور دیگه $40 کمتر نیست. منتها چون با نمیذارن صادرات بشه کشاورز بدبخت. اینم کراماتشونه دیگه. من او صادرات رفاه مردم، اون کشاورز دامدار آدم حساب نمیکنه که باید کالاشو بتونه به گرون بفروشه. خود درآمد کسب کنه دیگه. به فکر خودشه که میخواد بخره. شما آدم‌ها متوجه میشید ته ذهنشون چیه؟ به فکر تولیدن یا نیستن؟ کسی به فکر تولیده جوری صادرات رو نمیگیره. همه کشور افتخارشون صادرات. اینا میذارن تو سر صادر کننده میگن مافیای صادرات. در صورت اینا از چند نرخی رو باقی گذاشتن و الان دست کشور خالیه دیگه. میگه من پول ندارم. رئیس جمهور من $1 میلیارد هم ندارم. بگی کو این میگه خب بیا اینقدر 20 میلیارد دادم ارز ترجیحی، 10 میلیارد بنزین و گازوئیل آوردم، شده 30 میلیارد. 30 میلیارد میشه 3 تریلیون تومان، 3000 همت. اندازه بودجه است. فقط مرغ و همین چیزا و بنزین و گازوئیل. سر 30 میلیارد دلار یانه پنهانه. انرژی رو به قیمتی میدی که از اون بهتر زد میخرن. یانه پنهان نداریم. آقا هر چی تو اسمشو میذاری، مثلا اسمش دعوا ندارم. من الان بنزینم رو ببرم صادر کنم به پاکستان، از من میخرن 55 سنت. دارم میدم 2 سنت. این گوشی رو مثلا $200 به من بدن $5. خب من دارن یه چیزی میدن دیگه. حالا تو بگو یارانه پنهان نیست، یارانه معلقه، نمیدونم عجل فلان، هر چی که هست قیمتش نیست دیگه. این اقتصاد به هم زده. دولت به پولاش نمیرسه. قانون تصویب کردن پول جایگاهدارا، پول حمل با تانکر تا پمپ بنزینا رو دیگه دولت نده مردم بدن. حالا دولت میداد. این در دنیا بگید میگه شما کارتون تمومه. خود کار خودت تموم میکنی. حمله کردن دیدن چیکار نتونستن بکنن، ولی این کار ما رو تموم میکنه. اصلا نکنید. اینا این راهکارو با اصرار دارن میگن. آبروشون سر ارز چند نرخی رفته، میگن نه چیز بشه، عملا که دلار باید ارزون بشه 20,000 تومان، 30,000 تومان. یه عدد پرت و پلایی دارن میگن. اقتصاد ما اگر مثلا میگیم با دلار فعلی 108,000 تومان یه چیزی حدود مثلا 110 میلیارد دلاره مثلا، حدودی دیگه. حالا آخرین نقدینگی که شما نگاه نکردم 6 ماه چقدر شد بالاخره. حدس همین حدود است، 110-20 میلیارد دلار. شما اگه دلار رو بیارید مثلا 30,000 تومان، اون میشه نزدیک 500 خورده میلیارد دلار. مثلا ما تا الان تو همچین عددی نبودیم. یعنی نقدینگ یک کشور تبدیل کنی به دلار، بگی دلار به من بده 500 خورده دلار میلیارد دلار بهت میده. این یعنی چی؟ یعنی کسی تو حساب سرمایه‌داری فرار، پولا رو بردار برو. دلار 20 تومانی هم میگن. این که خیلی مزه است. یعنی بالای 600 میلیارد دلار. متعادل ما 230 40 50 میلیارد دلار بود. نرخ ارز فعلی ناشی از ارز چند نرخی 110 تومانه، ولی عدد نباید باشه. عدد تعادلی حدود 80,000 تومانه. ثابت نه، ما رو عددی وای نمیسیم. حدودی داریم میگیم دیگه، با شناور. اگه تک نرخی باشه اون حدود وای میسیم. میشه نگه داشت، بستگی به بازار پول داره. تا بانک آینده داری، تا اینجور بودجه نویسی داری، تا گازوئیل 300 تومانی داری، نه نمیشه وایس. دولت مجبوری پول چاپ کنه. این قیمتا رو میبره بالا. اینا این چیزا رو نادیده میگیرن. بازار پول نادیده میگیرن، نوع بودجه نویسی رو نادیده میگیرن، ارز چند نرخی، فسادهای وحشتناکش کشور داره متلاشی میکنه.
اینا که فربه شدن 140 میلیارد دلار تو این 7 سال پول گرفتن، اینو ولد میکنن مگه یک کشور تو کشور ساختی؟ عقلم خوب چیزیه، اگه با اینا یکی هستیم تو هیچ، اگه نیستین خود عقل داشته باشی. اونا حافظان ارز رانتی هستند با 2 تا استدلال. تو طیف روشنفکر پشت سر دکتر غنی نژاد میگن الان وقتش نیست. یه بعد میگه آره بعد قیمت نسبی. خب انجام بدین الان که وقتش نیست. از سال 59 گفتن الان وقتش نیست. نوربخش مرحومی کارا کرد، از دنیا رفت، وقتی نیومد که حداقل کاراشو تکمیل کنه. همون سالی که تکمیل شد همون سال از دنیا رفت. کنم مثلا 81 تکمیل کرد، عید 82 از دنیا رفت. میگن الان وقتش نیست. در نظر مخالف، در عمل موافق. پوز روشنفکریشو داره، پوز علمیش هم داره، رانتش هم داره میگیره. اینا میگن نه اصلا باید رانتا رو بدی. اینا خیلی خوراکن برای اون جریان. میگه خب باشه شما برید، چون ما اصلا سکوتیم کامل. این دو تا لبه داره قیچی میکنه اقتصاد ایران رو. دکتر سمسامی اصلا در مورد اقتصادی بحث میکنه، فقط گیر داده به نرخ ارز. چرا 70 تومن کردی 80 تومن؟ طرف کالاشو آورده تو بندرعباس، کالا توی بندرعباسه، یعنی پولشو دادی آوردی دیگه. تو کسی نسیه کار نمیکنه که مگه آقا نسیه میدم برم بخرم بیارم، منم کارم تجارت. خب بگی کجا برم؟ کجا به شما کالی نسیه میدم بریم بخریم؟ من از برزیل آوردم، از غنا آوردم، از مغولستان. ما رفتیم اونجا شرکت زدی دیگه، خودتی. یک آدم بیگانه که به تو کمچی کالایی نمیده که بار تو بندرعباس، اگه بانک مرکزی پول داده پول منو بده. این شوخی‌ها چیه؟ آورده تو بندرعباس کالاشو، میگه نه وایسا به ارز تخصیص بدیم بعد بیار داخل. میگه خب بده، میگه حالا وایسا تونه، باز داره میگنده. نه باشه گندید، خوب گندید باشه، اینم ارزه، اونم بریز دور. مردم کشور اینجوری دارن میکنن. ارزم تخصیص بدن چیه؟ من با دلار آزاده سر 10 تومن رفتم وارد کردم، مثلا ارز 70 تومانی بهم میدن، میارم داخل، رانتامو گرفتم، با آزادم دارن میفروشم دیگه. کامل قیمتا تو بازار قیمت آزاده. این که مرغ دیگه ناموس و هویت یه عده شوره تو ایران روزانه با قیمت دلار میره بالا، ببین بقیه کالا چیکار میکنن. این که دیگه روش تعصب دارن، هیچ چیزا اصلا جلوی چش نیست. این شده اقتصادی. خب تو این وضعیت منابع داره از بین میره دیگه. خب سر ده آورده الان منابع تو نگه دار، چیکار به تخصیص ارز داری بابا؟ که صادر میکنه، که وارد میکنه، که از کجا برداشته آورده بابا؟ کار آدم اقتصادی چند کشور دفتر داره، شریک داره، اصلا الزامات تجارت و تولیده. چرا نمیفهمی؟ شما باید تو چین دفتر داشته باشی، تو این دبی خراب شده باید داشته باشی، باید ببندی گل بگیری، باید تو ارمنستان داشته باشی. ببخشید. توی روسیه، توی برزیل، توی عراق، هر کجا که رادست بلدی دفتر داشته باش، شرکت داشته باش، و هم دیگه پاس بده بچرخون، تحریما رو دور بزن. تاجر بلده چیکار کنه. شما فقط بگو آقا کف بازار بیا جنس تو بفروش، من ازت گمرکی میگیرم. این تخصیص مخصیص رو جمعش کن. این من اگه جای آمریکا بودم همین کارا رو میکردم، میگفتم این کارا رو پیاده کنید قشنگ، چون اگه با جنگ حریف نشم با این حریفتون میشه. از این سیستم دفاع میکنن. چرا کالا رو دارید بهشون؟ کالای غیر ضروری، اینا فقط مرغ و روغن از اینا ضروری. کشور دیگه چیه؟ این میشه بقا، این اسمش کشور توسعه نیست، پیشرفت نیست. کشور لبه بقا میخوان نگه دارن، مرغ بخوره، روغن هم خدا پس کنه و بسته دیگه. ماشینالات بیار، ابزار زندگی بیار، ابزار فناوری بیار. نه اینا غیر ضروریه. تو کی هستی تشخیص میدی که چی ضروریه چی غیر ضروری؟ مثل چه حرفی اصلا؟ فعال صنعتی میخواد دستگاه مدنی بیاره، نه لازم نیست. تو از کجا میدونی لازم نیست؟ اون گلیدر فلان چیزی تراک که میشه بیاری تو خیابون باش دور کنی، خب لازم داره که میاره، بذار کارشو بکنه. رشد معدن منفی کردن، رشد صنعت منفی با عرض ترجیح، رشد کشاورزی منفی، نفت رو میفروشن میدن یه رانت و این کشور اینجوری شد. 7 سال داریم در جام میزنیم. اون دفعه 8 ساله دخلمون اومد، الان 7 سالش طی شده، به این نقطه رسیدیم دیگه. یه سال مونده که ببینیم چیکار میکنه. دوره قیچی یعنی همین. دوستان این کام میزنن چرا میری به خودشون بگید آقا به پیغمبر گفتیم.
گفتیم، دیگران گفتن، علیزاده توی جدال گفت آقا بیاید گفتگوی فنی کنیم با هم، خیلی محترمانه. نمیاد، شرکت نمیکنه. اینو به حساب 20 دقیقاتی میگذارم، من چیز دیگه براش نمیبینم. من بنده اعلام آمادگی کردم، دکتر سعدوندی بوده، صادق الحسینی بوده، دکتر مروی بوده، اما خیلی بوده. آقا بیان صحبت کنین. خب اینجوری وایسادین گوشه مثل دارکوب هیدر نوک میزنین که معلومه خب چیه دیگه. سادگی هم حدی داره. در هر صورت این دولبه قیچی، یک لیبرالیسم تخیلی شعاری، در حرف در عمل رانتی، یک نگاه انقلابی و ظاهر و صلاح، در عمل رانتی، مبتنی به رانت به اولیگارشی، اقتصاد گیر انداخته. اقتصاد راه سوم در یک راه سوم مشخص، زمینه‌های اصلیش توی قانون اساسی هست، اصول کلیش توی اون 24 بند فوق‌العاده دقیق اقتصاد مقاومتی. در انقلاب 12 سال پیش ابلاغ کردن، واقعا دقیقه. همون انجام بدی حل. اینا هست که محل بحث دیگری است. این دولبه قیچی نباید اجازه بدیم که ملت ما رو از پا بندازه. ان شاءالله که موفق باشید. خدا نگهدار.